چرا یزید امام حسین رو کشت و خود یزید هم چگونه کشته شد؟ میسون بعد از ازدواج با معاویه نتونست زندگی رو در دمشق تحمل کنه و از معاویه جدا شد و به صحرا بازگشت. به همین دلیل یزید تحت سرپرستی دایی‌های خود در بادیه پرورش پیدا کرد و قبیله مادرش پیش از اسلام آوردن مسیحی بود و هنوز که هنوزه حال و هوای مسیحیت در سر اونها بود و از این رو یزید تربیت نیمه مسیحی مسلمان داشت. طبق گفته تاریخ شناسان یزید فردی شرابخوار، میمون باز و بی اعتنا به احکام و دستورات اسلامی بود. وی چندین فرزند از جمله خالد، معاویه، ابو سفیان، عبدالله و همسرانی به نامهای فاخته، ام کلثوم و ام مسکین داشت. یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان دومین حاکم اموی است که به دستور او امام سوم شیعیان یعنی حسین ابن علی و یارانش در کربلا به شهادت رسیدند. یزید پس از پدرش معاویه 3 سال و 8 ماه حکومت کرد و در این مدت دست به 3 جنایت مهم و بزرگ تاریخی زد. در سال 61 قمری واقعه کربلا رو رقم زد. سال 63 به مدینه حمله کرد که به کشته شدن هزاران نفر از صحابه و حافظان قرآن انجامید و به واقعه هره معروف شد. و در سال 64 قمری نیز برای سرکوب مخالفانش به مکه حمله کرد و کعبه رو با منجنیق هدف آتش قرار داد. بر اساس منابع تاریخی یزید به صورت آشکارا شراب می نوشید و طبعی شاعرانه هم داشت. او نخستین کسی بود که برخلاف سنت خلافت و خلفای پیشین با انتصاب پدرش و به صورت موروثی به خلافت رسید. همچنین برگزیدن او برخلاف صلحنامه امام حسن با معاویه بود. یزید از چهره‌های منفور نزد شیعیان و گروهی از اهل سنت با استناد به کارهایی که یزید در دوران خلافتش انجام داد او را سزاوار لعن می‌دونند. بیعت گرفتن معاویه برای یزید. واقعه کربلا موجب شد یزید به یکی از منفورترین شخصیت‌ها نزد شیعیان تبدیل شود. شیعیان یزید را مستحق لعن دانسته و بیزاری جستن از او را از ضروریات مکتب اسلامی خود می‌دانند. معاویه در اواخر دوره حکمرانی موفق شد با تهدید و طمعی مسلمانان برای خلافت یزید بیعت بگیرد و علی‌رغم مفاد صلحنامه‌ای که با امام سوم شیعیان یعنی حسن ابن علی امضا کرده بود فرزند فاسدش را حاکم کرد. معاویه برای نشان دادن چهره مجاهد از یزید در سال 52 قمری او را با سپاه مسلمین به سوی روم فرستاد. همچنین مقام امیری حاجیان را به یزید داد تا وی را از شرابخواری حین جنگ باز دارد و از مخالفت‌ها علیه او کاسته شود. به علاوه اینکه بیعت گرفتن برای یزید را تا پس از شهادت امام حسن به تأخیر انداخت. در صلحنامه امام حسن آمده بود که معاویه نباید کسی را جایگزین خود کند و انتخاب خلیفه را به شورای مسلمانان واگذار کند. مردم مدینه بیش از دیگر شهرهای اسلامی با بیعت مخالف بودند. معاویه به شاعران مخالف یزید هدیه‌هایی داد و نظر آنان را برگردوند ولی نتونست امام حسن، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر را وادار به بیعت با یزید کند. یزید در زمان خلافت چه کرد؟ پس از مرگ معاویه یزید به حکومت رسید. او نخستین کسی بود که برخلاف سنت خلفای پیشین به انتصاب پدرش و به صورت موروثی حاکم شد. بنابر منابع تاریخی یزید در زمان حکومتش هر گونه مخالفتی را سرکوب میکرد. در روز نخست نامه‌ای به حاکم مدینه نوشت و او را از مرگ معاویه مطلع ساخت و به او دستور داد که حسین ابن علی و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن ابی بکر و عبدالله ابن زبیر رو به زور هم که شده بیعت بگیره و هر کس که نپذیرفت رو گردنش بزنند. حکومت یزید 3 سالی طول کشید. اقدامات او در این 3 سال سرآغاز بسیاری از مخالفت‌های ضد خلفای بنی امیه و سقوط حکومت آنان بود. او در سال اول حکومتش امام حسین و اهل بیت رو شهید کرد. در سال دوم حرمت مدینه را شکست و به مدت 3 روز جان و مال مردم مدینه را بر سپاهیانش حلال کرد. و در سال سوم کعبه را مورد تاخت و تاز قرار داد و آن را به آتش کشید. یزید در سال 60 هجری قمری به حکومت رسید و تا سال 64 هجری حکومت کرد. یزید ابن معاویه در مجموع 3 سال و 9 ماه به عنوان خلافت بر مردم سلطنت کرد و در 38 سالگی سال 64 هجری قمری درگذشت.
وی در این دوره 3-4 ساله حکومت جنایات هولناکی مرتکب شد. واقعه کربلا یکی از بزرگترین جنایات یزید وقتی به حکومت رسید به والی مدینه دستور داد تا از حسین بیعت بگیره و اگر نپذیرفت سر او را برایم بفرست. امام سوم شیعیان یعنی حسین ابن علی با یزید ابن معاویه بیعت نکرد و به همراه خانواده و شماری از بنی هاشم از مدینه به سمت مکه رفت. کوفیان با ارسال نامه‌های فراوان امام را به کوفه دعوت کردند و امام به سمت اونجا حرکت کرد. یزید عبدالله ابن زیاد را حاکم کوفه کرد و او نتوانست کوفیان را از اطراف امام دور کند. پس از پیمان شکستن کوفیان امام به سوی کربلا رفت. در آنجا آن هم در روز 10 محرم با لشکریان عمر سعد که از طرف ابن زیاد به فرماندهی منصوب شده بود روبرو شدند. در این جنگ امام حسین و فرزندانش برادرش عباس 17 نفر از بنی هاشم و بیش از 50 نفر از یارانش شهید شدند. پس از جنگ لشکریان عمر ابن سعد با اسب‌های خود بر بدن کشته شدگان تاخته و به خیمه‌های بازماندگان حمله کردند و هر چه بود را به غنیمت گرفته و خیمه‌ها را آتش زدند. امام سجاد هم به دلیل بیماری که داشت نتونست بجنگه و زنده ماند. البته عده‌ای از مؤلفان معتقدند که امام سجاد با یزید بیعت کرده و تا آخر عمر در مکه و در ثروت کلان به سر می‌برد. خلاصه وی به همراه حضرت زینب و سایر زنان و بچه ها اسیر سپاه کوفه شدند. سپاهیان عمر سعد سر شهیدان را به نیزه زدند و با همراه به اینها به کوفه نزد عبدالله ابن زیاد و از آنجا به شام نزد یزید بردند. اما روایت متفاوت در مرگ یزید. در خصوص مرگ یزید روایات زیادی وجود داره. گروهی سبب مرگ یزید را مستی بیش از حد عنوان میکنند و میگویند روزی در حالت مستی میمون خودش رو بر روی گرازی وحشی سوار کرده بود و در پی او با اسب میتاخت تا اینکه از اسب افتاد و از دنیا رفت و برخی میگویند بر اثر بیماری ریه از دنیا رفته و او را در دمشق دفن کردند. چگونگی مرگ یزید اکثرا مشابه به یکدیگر است و تنها وجه اشتراک آنها مستی این شخص بوده. اما بازماندگان یزید چه افرادی هستند؟ از یزید در جنبش‌های اموی پس از امویان هم به نیکی یاد می‌شود. 2 تن از نوادگان وی با نام‌های ابو محمد ابن زیاد ابن عبدالله ابن یزید السفجانی و ابو اتمیر ابن عبدالله ابن خالد ابن یزید به ترتیب در سال 132 هجری فتنه و شورش‌هایی علیه عباسیان را رهبری می‌کردند. در قرون بعد جنبش‌های نظیر جنبش نطبه مدعی احیای شکوه در دوران یزید و معاویه بودند که البته هواخواهانی نظیر ابن عسکر و ابن خطیر هم دست و پا کردند اما در نهایت به موفقیت نهایی نرسیدند و نم نم دیگه از یادها رفتند. این بود از چگونگی مرگ یزید و داستان امام حسین و سرگذشت اونها. خیلی ممنون. لایک و کامنت و سابقتون نره. شامگاهتون نیک باد. بوس.